گرانقدر. آمین که حال دل همگی شما خوب باشه. خب قدرت هشم رسیدیم به پاراشای زیبای شفتیم و در این هفته هم مثل هفته های پیش در خدمت استاد جوزف ملامت هستیم تا از این پاراشا برای ما رمزگشایی بکنن. با عرض شالوم خدمت استاد جوزف ملامت، لطفاً ادامه بفرمایید. شالوم بر همگی، شالوم بر دوستان عزیزم. با در نظر گرفتن این که پنجشنبه روشخودش الوله، نیل دودی و دودیلی که ماه تشوواست، ماه سیلیخاست، ماه راتسونه، این ماهی است که اراده آدم رو خداوند بیدار میکنه و قدرت به اون میده و این رو یاد خواهیم گرفت به عزت هشم که ببینه اشکالهای زندگیش و کسریها و کمبودها چی هستند و در این ماه میتوانه واقعا اون تخمی رو بکاره که میوهش تکامل کسری و کمبودش باشه. ماه بسیار زیباست، نیل دودی و دودی لی. اینجاست که عشق الهیت، محبت الهیت در دنیا بسیار بسیار آشکار میشه که میدونیم 25 ماه الول آدم اولیه به دنیا آمد، خلق شد. در دو هفته اخیر پاراشای عکف خوندیم که مربوط به شنوایی بود، عکف تیشمون، و صحبت کردیم که چه چیزهایی لازمه که قدرت شنوایی آدم قوی بشه. حالا این نقطه رو نگه داریم بریم هفته قبل. رئه، دید، و گفتیم این دیدی که تورا صحبت میکنه دید عقلی است که بهش میگیم چشم بصیرت. این چشم بصیرت هم باید به اصطلاح یک ورزشی داده بشه، بهش یک کاری انجام بشه که یه وسیله‌ای درست بشه که آدم چشم بصیرت پیدا کنه، یعنی شعور پیدا کنه. عقل هست ولی این عقل باید به شعور تبدیل بشه، اگر نه عقل خالی کافی نیست. شعور که مهمه، در شعور احساسات هم هست، فقط منطق عقلی نیست. پس موقعی که منطق عقلی با احساسات صحیح بالانس میشن، توازن پیدا میکنن، اون موقع شعور پیدا میشه. برگردیم به شنوایی و واقعا میخوام از یک همه سوال کنم و این سوال از خودم هم کردم که چند درصد شما گوش شنوایی دارید؟ چون میگوید بشنو اسرائیل، ادونای الوهیנו ادونای خد. چقدر گوش شنوایی داریم؟ 99% وقت ما اون چیزی رو قبول میکنیم و میشنویم و قبول میکنیم و اجرا میکنیم که یا باید دلپذیر باشه، دلم بپذیرش، یا در حقیقت عقلانی باشه. اونم تازه عقلانی باشه ممکنه قبول کنم، ممکنه قبول نکنم. اکثر موقعیت اگر این چیزی که به من میگن دلپذیر نباشه گوش نمی کنم، مگر اینکه مجبور باشم که گوش کنم. پس چرا تو را اول وقت آمد گفت گوش کن؟ چون تا گوش نکنی چشم بصیرت پیدا نمی کنی، همینجوری که هفته پیش یاد گرفتی.
پس برای این گوش کردن که قدرت پیدا کنه تورا به ما میتوتی داده، همینجوری که تو پرشای اکف میبینیم میتوت شما داده، میتوت تفیلین داده. من رو 1 دقیقه ببخشین. با عرض معذرت، چون میخواستم این فکر، من اشتباه کردم، خاموش نکردم تلفن رو. در هر صورت برگردیم، میبینیم که قدرت شنوایی بستگی داره. قدر نیستید. ببخشید. الان هست. بفرمایید. این خود نمودار خوبیه که داریم یک درسی رو یاد میگیریم که بسیار بسیار مهمه برای بقا و ادامه یک نشانمای خوب. قدرت شنوایی بسیار حائز اهمیته. واسه این خداوند میگه اگر گوش نکنی به حرف انوخی השם אלוקיך אשר הוצאתי אותך מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים אני אדוני אלוהיכם אמת. میبینیم که اگر گوش نکنیم به این اמת، به شخینه، به میتوتی که به ما داده شده، به تورا، عکس العملایی میبینیم توی زندگی که مثبت نیست. پس قدرت گوش کردن و قدرت شنوایی داشتن، حتی اینی که دلپذیر نیست، چون در ابتدا نگاه کنین هیچ کدوم از میتوت و 613 میتوت تورا دلپذیر نیست. در ابتدا گذاشتن تفیلین، خوندن تفیلا، نگه داشتن شبات، کشروت، کاشر بودن، رفتار و کردار پنداری داشته باشه که طبق گفتار تورا و قوانین تورا زندگی کنه و پیشروی کنه. یک همچین قدرتی آسون نیست. در ابتدا من لذت نمیبرم از این که تفیلین بذارم یا یه میتوایی بکنم. برای همینی که خداوند تاکید میکنه که اول باید گوش کنی، یاد بگیری، به اون قدرت آگاهی برسی. آگاه باشی که این طبیعت چیه، آگاه باشی از کجا آمدی، کجا هستی و کجا میری. برای این یک قوانین نیست. تورا رو خدا به ما نداده که بخونیم و سجده کنیم در مقابلش و ماچ براش بفرستیم و نه. تورا به ما راه زندگی رو یاد میده. تورا نه مذهب، نه هیچ ربطی نداره به جز اینی که راه زندگی چیه. دین داره، قانون داره، با قانون باید زندگی کرد و باید قانون رو اجرا کرد. اگر نه هر قانونی رو من اجرا نکنم، در مقابلش یک عکس عمل هستش. این دنیای پاداشه و دنیای تنبیه، هر دو هست. بعد از اینکه خداوند گفت اول اکف تشمو، به من گوش بدید، بعد گفت رعه، بعد اون قدرت عقلی رو پیدا خواهی کرد که
چشم بصیرت پیدا کنی آخر عاقبت هر عملی که تو زندگیت، هر فکری که تو زندگیت میکنی، هر احساسی که تو زندگیت میکنی رو میبینی. پس اینه بهش میگیم شعور. تو شعور به انگلیسی هم میگیم common sense. چیزیست که به قلب دلپذیره و منطقیه، هم از لحاظ عقل درسته و هم از لحاظ احساسات. اگر نه فکر ناکامله، اگر نه عمل بیهوده است. یک چیزی بسیار مهمه، دریافت شعف. آقایی که میگیم پتح یدیخ و مزبیه لکل خیر رسون، دستا رو باز میکنیم از خدا میخوایم دریافت کنیم. این شعفه. شعف همون حروف شفا، اون برکت الهی، اون نور الهی که قدرت به ما میده. دریافت کنیم، یاد بگیریم، تعالی پیدا کنیم، بهتر بشیم در تمام موارد زندگیمون، هم در روحانیت و هم در دنیای مادیات. حالا ما یاد گرفتیم، خداوند گفت برای اینی که شنواییت قوی کنی تفیلین بذار و تفیلا رو بخون و میسوت رو انجام بده. سور میره و تصفتوف، از بدی دوری کن و جایگزین خوبی کن. این قدم اول. بشنو، تفیلات رو بخون، میسوت رو انجام بده و مطمئن باش که تفیلین رو بذاری. اون موقع قدرت شنوایی زیاد میشه. تمام میسوتی که توی پرشای عکب داد، بعد میاد توی پرشای رعه و توی پرشای رعه به من اگزرسایزی، رفتار و کردار و پنداری رو میده که بتوانم دید و شعوری که لازمه پیدا کنم تو زندگی. اون مستلزمه همینجوری که میسوت تو اون پرشا رو میبینیم، مستلزم نگهداری شالوش درگلی، پسخ، شبوت و سوکوت، که سوکوت ادامه 22 روز از روش هاشانه است، بعد یوم کیپور، بعد سوکوت و بعد هوشان رب و بعد سیمخت رب و غیره، شمینی عصرت و سیمخت رب، که یک ماه دیگه، واقعا بعد از یک ماه دیگه باید آمادگی داشته باشیم برای این روز مقدس و عالی. برای همین این پرشا برای ما اومده امروز. شفتیم و شتریم تیتن لخا بخول شعریخ. شعر یعنی دروازه، جایی که در باز میشه و میاییم تو، بهش میگیم شعریخ. البته تو این شعر خیلی اسم شعر میدونیم حروف عبری نشان دهنده قدرت‌های نورانی و الهی است، ولی امروز نقطه ما اینه که بخونیم ببینیم واقعا چی میخواد اینجا را به ما یاد بده قبل از اینکه برسیم به زمان الول. لما לא אמר שופטים ושוטרים תיתנו לכם בכל שעריכם בלשון רבים. הרב חיים ויטל, זיכרונו לברכה, در کتبه הארי ایشون اینجور توضیح میدن، میگن چرا اینجا میگه شفتیم و شطریم تیتن لخا. لخا یعنی به تو فرد، فردیه. لخا چرا نمیگه لخم؟ چرا با همه صحبت نمیکنه؟ اینو به همه نمیگه، الا میگه لخا، فردی، و نه ربیم، نه همگی. امنم שמענו משם הרב הגדול חיים ויטל זיכרונו לברכה לרמוז שכל אחד ואחד מישראל יש לו כמה שערים. هر ישראלי چند تا شعر داره. همه این
شهر دارن، ولی اینجا تورا راجع به اسرائیل صحبت میکنه. اسرائیل نمودار اون نمونه موجودی است که خداوند در نظر گرفته به وجود بیاره و قومش بشه. اینجاست که میگوید هر نشامه اسرائیل یش رو کم شعریم، چند تا شعر داره، هر کدوم چند تا دروازه دارن. میگه این دروازه هایی که آدم داره کیه؟ و الوهم شعرها رئوت هعینیم، دروازه چشم. این چشم بسته میشه باز میشه، پس یک دروازه داره و این دروازه اجازه به من میده یا برم درون یا بیام بیرون. نور چشم، شرح شمیعه، این گوشت منم پرده داره، اجازه میده که یه چیزی بره تو یه چیزی نره تو. و هو اذنیم، شرح دیبور، اون شهری که سخن و کلام میاد بیرون. و هو په، و شرح ریخ. نگاه کنید موقعی که میگه هریخ نوشته میشه هی رش یود خط. یریخ که ماه میشه همین حروفه. میگه یک باغی هم داری، یک شهری داری، یک دروازه‌ای داری که مالش بویاییه. و هو اف، خطه، ولی اسمشو میذاره اف. چرا میگه اف؟ چون موقعی که عصبانی میشه آدم از این دو سوراخ باد گرم و عصبانیت میاد و صورت قرمز میشه. شعر میشوش، لامسه و عمل و هم هیدین و رجلین که دستا هستن و پا. پس داریم شعر عینیم، شعر شمیعه، شعر اف، شعر په و شعر یدین و رجلین. ما 5 حس خدا به ما داده، 5 انگشت، 5 حس داریم. کلیت این حسا که با هم یکی میشن میرن توی چی؟ یک فکر رو درست میکنن. تو اون فکرم چه چیزی در فکر عمل میکنه؟ در حرکت خیال و تصویرهای ما. پس از این 5 نیرو من اطلاعات میگیرم که بتوانم به وسیله ایمیجینیشن، ما خیال من با خیالم، استفاده از قدرت خیال و تصور، چون یه چیزی رو خیال میکنم بعد شکل براش باید بسازم. شکل میسازم براش از چیزهایی که تو دنیا یاد گرفتم و دیدم. نمیتونم شکلی بسازم از چیزی که ندیدم. فقط میتونم شکلی بسازم از چیزی که مشاهده کردم. من شاهدم تو این دنیا، مشاهده میکنم. بدون مشاهده امکان پذیر نیست. پس با مشاهده کردن یک تصویری رو میسازم، ولی شروع میشه از یه خیال که توی فکره. این خیال من، فکر من، تصویرات و دانایی من، تمام اطلاعاتی که میگیرن از این 5 نیرو میگیرن. قسمت ابتدایی فهمیدن این شفتیم و شطریم تیتنو لخا رو الان صحبت میکنیم، ولی قسمتی است که ربط میدیم به سفیرات و اون دروسی که یاد گرفتیم در کبالا، در زبان شاخه ها، در زبان کبالا، وصل میکنیم این پراشا رو به اون، چون نقطه بسیار مهمه
قسمت تو راست. میگه 5 تا شعر داری، 5 تا سنس داری، یعنی اینکه 5 نیروی الهی تو دریافت میکنی. خدا به نور چشم داده، شنوایی داده، بویایی داده، لامسه داده، سخن داده، قدرت عمل داده، به تو شیموش داده، میتونی درست کنی چیز. عرب خیم ویتال زیخرون برخا اینجور ادامه میدهد: الکن صریخ آدم، برای همین هر آدمی شیسیم لو شفتیم و شطریم، که برای خودش هم پلیس بذاره، شوتر یعنی پاسبان، کسی که مجری قانونه، و شطریم حاکم، و اون کسی که قدرت پیاده کردن حکم داره. خیلی مهمه، چون ممکنه یه حکمی را آدم صادر کنه ولی عمل نکنه. نه، باید یک قدرتی باشه که این حکمی که صادر شده به عمل برسونه. پس باید پلیس، پاسبان، اون کسی که مجری حکمه، شنوندگی کامل داشته باشه از حاکم. خداوند میگه اول یه حاکم بذار که قانونو میدونه، رشوه نمیگیره، چون رشوه آدمو کور میکنه به حقیقت. قانون امت رو پیاده میکنه. از همه مهمتر صدق تردوف، که در تمام زندگیش بره دنبال حق، چون صدق یعنی حق به حقدار بده. واسه این 2 دفعه میگه صدق، چون میگیم حق باید به حقدار داده بشه و وظیفه قاضی اینه که حق به حقدار بده. ولی اون قاضی باید شعور داشته باشه، اگه شعور نداشته باشه بدبختیه. ما این رو تو دنیا امروز مشاهده میکنیم، موقعی که قاضی ها خود رو میفروشن، خود فروش میشن، به خاطر سیاست یا به خاطر خودخواهی های خود. برای همینه تاکید میکنه تورا، بعد از اینی که به ما گفت شنوایی باید داشته باشی، میتسوتش اینه که قدرت بده، قدرت شنوایی تو وسعت پیدا کنه. ما از یک نقطه شروع میکنیم، ولی بعد این نقطه رو بزرگش کنیم. همیشه با یک تخم شروع میکنیم، این تخم رو میکنیم که ازش نگهداری میکنیم تا اینکه یه درخت بشه که میوه بده. الکن صریخ آدم شیسیم لو شفتیم و شطریم به کل الو و شهریم. 5 تا حس داده خدا به تو، 5 تا قدرت به تو داده. باید تو موظفی، تو صاحب اختیارشی، تو حاکمشی، تو قاضیشی که هم حکم امت بکنی و هم مجری امت باشی. רוצה להגיד שיגדור עצמו שלא יביט בדברי ערבה. از همه مهمتر، همینجوری که امروز یاد خواهیم گرفت، اول این نور چشمه که به عربا نگاه نکنه، یعنی به هیچی به شهوت نگاه نکنه. لغت عربا که میبینیم عین رش وو هی، وو هی 2 تا اسم حرف الهیت هویاست، و یعنی بد، یعنی موقعی که روح و نفس تو بده، روح پلید و ظالمه و نفست حیوانیه، خودخواهه.
این عربه است. چون همه چیز، در هر چیز، شهوت در نگاه، شهوت در شنوایی، شهوت در صحبت، شهوت در عمل. حسین میگه لو یبیت به دور، نه حتی نگاه نکن به چیزی که شهوت تو برانگیخته میکنه. ולא ייטע אוזן לדברים שאינם הגיוניים. هر چیزی که میبینی از بیشعوری میاد گوش نکن، چون هر چیزی که میاد میشنوی باید کامن سنس، شعور داشته باشه توش، هم توش عقل و منطق باشه و هم احساسات. احساسات مهمه. ولو یدبر نولات په، خیلی ساده، حرفهای حجب از دهنت بیرون نیاد. نه دروغ بگو، نه حرفی بزن که راجع به غرور و تکبرت باشه، نه حرف از خودخواهیت بزن، نه از خودت. هرچی حرف نزنی بهتره، هرچی سکوت رو انتخاب کنی بهتره. بیشتر گوش کن. خیلی ها بیشتر حرف میزنن ولی اصلا قدرت گوش کردن ندارن، ولی دوست دارن، شهوت حرف زدن داره. حسین میگه یدبر نبلات په ولو رخیلوت ولو یریخ ریخ به سمیم شل عربه. دیگه حتی یه بویی هم نکن که میدونی که این بو شهوت تو را، حالا هر نوع شهوتی هست. شهوت چیه؟ شهوت یه صفته که خدا به آدم داده، جزء طبیعت آدمه. آدم میتونه این قدرت شهوته رو در هر چیزی استفاده کنه. یکی شهوت پول داره، یکی شهوت کفش خریدن داره، یکی شهوت دیدن داره، یکی، ولی هر چی که تو روی شهوته، مربوط به خودخواهی و خود ارضاییه. من دنبال چیزی رو نگاه میکنم که من رو به خدا نزدیک کنه، چیزی رو میشنوم که من رو به حقیقت نزدیک کنه، که به من یک درس خوب یاد بده، به من شعور و فهم و درک یاد بده. نمیخوام نگاه کنم به چیزی که من رو به یادی میاره که منفیه. نمیخوام دستم رو آلوده کاری بکنم که حق رو نمیده. این دست درست شده که صدقه بده، صدق خداوند رو، حق رو به حقدار بده. این دست این صدقه رو به دست راست میدی. برای همینه لازمه که ترابش میگه صدق صدق تیردوف، که خود واقعا 1 ساعت میخواد که روی این جمله ما صحبت کنیم که یعنی چی بدو دنبال حق، که حق بدی. میگه پس مواظب باش چی از دهن تو در میاد. یه چیزی باید در بیاد که متین یک آدمی است که خداوند اون رو میخواد بهش نزدیک بشه و با او یکی بشه. ولا یریخ ریخ به سمیم. فکر نکن اگر دودی رو چیزی رو کردی که مناسب نبود، بویی نبود که مناسب نبود، باید بو رو بکشی. ببینین تنها واسه اینه میگه یاد میگیریم که این بینی خیلی مهمه. نگاه کنید، نفس که میکشیم اول میره بالا بعد میره پایین، صاف نمیره پایین، باید بره اول، چون من هر نفسی که میکشم به اسم خدا میکشم، یعنی به او نگاه میکنم و میکشم که ممد حیات است. عرب ادامه میداد، میگوید لو یگیه به دور عربه بیدو. کاری نکن با دسته که عربه به وجود بیاری. عربه
توش تمام جاییست که اصلا خدا وجود نداره. یه جاهایی هست که خدا اون تو نمیاد، نه که وجود نداره، هست، خدا همه جا هست، منتها جاش اونجا نیست. چرا خداوند کاملا وجود من مستقر نمیکنه؟ چرا انگشتای من انگشتای خدا نمیشه؟ چون کلیت خدا هنوز در وجود من مستقر نشده، چون هنوز پاکسازی کامل نکردم، هنوز جای بهتر شدن داره. پس اینه میگه לא יגיע בדיבור הרבה ולא ילך לדבר עבירה. پاتم استفاده نکن که جایی بری که متین تو نیست بری. من اگه بدونم که از یه خیابونی رد بشم، یک چیزی رو میبینم که اون چیز مسبب میشه که من خطا کنم، بعد دستور میدم که از این به بعد از این خیابون رد نشو، قدغن برای تو بری تو این خیابونه. نمیرم. به این میگن شفتیم و شطریم تیتنو لخم به کل شعریخم. ادامه میداد لذه همش شعریخ به لشون یخید، برای همینه فردی گفت لرموز על האמור כשהוא גדר שעריו מן החטא. میگه برای خودت حد بذار، محدود کن خودتو، تعریف کن حدت کجاست، بدون آگاه باش که حد تو تا اینجاست، بیشتر از این اگر بری خطا خواهی کرد. پس حد خودت رو بشناس، حد خودت رو بشناس که امکان داره اگر پات از این خط بذاری اون ور خطا خواهی کرد. پس خط قرمز رو بکش و خطا نکن. و از نمر همینجوری که یشیعو گفت پاتخو شهرین و یوو گوی صدیق. میگه موقعی که این کار رو کردی خداوند در رو باز میکنه و گوی صدیق میاد تو، یه گوی میاد تو که صدیقه. پس این دروازه باز میشه، خدا باز میکنه دروازه چشم بصیرت آدم رو، میده به چشم اگر این کارها رو بکنی، میده که آینده تو ببینی، آخر عاقبت بچه تو ببینی، آخر عاقبت هر کارت رو ببینی. ولی مستلزم به چیه؟ چون دیدت خیلی مهمه. این دیدتی که به گوشت میگه چیزی که شنیدی درسته، این دیده که اون چیزی که بو کردی میگه درسته، اون چیزی که تو گفتی درسته، اون چیزی که حس کردی و عمل دادی، این دید توست. چون شاهدی، مشاهده میکنی، مشاهده کننده شهادت میده. واسه این شما اسرائیل ادونای الوهینو ادونای اخد، اسرائیل عده تو این دنیا، شاهد تو این دنیا. و از نمرشو پاتخو شهرین و یوو گوی صدیق. میده که نگد میده. ببینید هر وزنی خطا کردی، این ماه است که باید بفهمم، هر وزنی که خطا کردی طبق اون وزن باید تو اون بدی. میده که نگد میده. یعنی یاد بگیری، حاکمی باشی که اگر دستور میدی برای اینی که خلاف شده و باید تنبیه بشه، تنبیه میده که نگد میده. من اگر مسبب شدم خسف شدم، خدای نکرده یک کسری برای یه آدم به وجود بیاد، من مجبورم زندگی خودم رو وقف کنم. اگر میخوام ترمیم کنم اشتباه خودم ها،
وقف کنم که کسری اون چیزی که به وجود آوردم واسه کسی دیگه اون کسری رو کامل کنم، نه فقط تکثیری خودم. اگر مسبب شدم که یک نقصی در یک نفر دیگه به وجود بیاد، خسف شالم باید سبب باشم برای جایگزینی اون کسری که من به وجود آوردم. این صداقته، این حق دادن به حق داره و تمام کلیت دین تورا روی حق، که یاد بگیر حق بده و حق بگیر. بگم زخه لیش علمات، صدیقی که بتونه این کار رو بکنه که تورا داره میگه، خدا بهش 110 دنیا رو میده، 110 دنیای خوبی که فقط مختص صدیقا درست شده، که نور کسری تو این 110 تا نیست. دنیای یش، دنیای هستی، اون موقع دنیای هستی رو میگیره. ما دنیای هستی مال ما نیست، اینجا خیلی چیزا نیست، اینجا دنیای نیستیه، نه دنیای هستی. نگاه کنی خیلی کسا نیستن دیگه، پس دنیای نیستی، پس هستی هم توش پیدا میشه. من میخوام داراییم دنیای هستی باشه، نه دنیای نیستی. شهو گدور شعوری میختا، و این تمام به بستگی این داره که تمام این شعریمی که داره، که تمام این دروازه هایی که داره روش یه پاسبون بذاره، یه حاکم بذاره، کی بیاد تو کی نیاد تو، و خط قرمز بکشه که کی بیاد تو کی نیاد تو، حد بذاره، قانون بذاره. و از نمرشو پتخو شعرین و یوا گوی صدیق و میده که نگد میده و گم زخل یش علمات של כל צדיק וצדיק שיפתחו לו שערים. اون موقع خداوند تمام درها رو برامون باز میکنه. ما تمام گریه ما 30 روز سلیخوت، 10 روز تشوبا، که خدا دروازه ها رو برامون باز کن. چون این دروازه ها موقعی که بسن دیدم ناقصه، شنواییم ناقصه، بویاییم ناقصه، یعنی هر اطلاعی که میگیرم نقص داره، چون هر وجود من بستگی داره به این 5 تا حس، چیز دیگه ندارم. هرچی میگیرم از این 5 تا حس است. اگه این حسه غلط هدایت بشه، غلط استفاده بشه، 100% میوش غلطه. نمیتونه یک چیزی با تخم غلط درسته. پس من باید بدونم آیا چشمم دید کامل داره؟ نه، حتی سگ بهتر از من میبینه. حالا میبینم که این نور چشم بسیار بسیار مهمه، چون این نور چشه که مشاهده میکنه. و اینجا داره به من میگه نگاه نکن به اون چیزایی که نباید نگاه کنی. نباید نگاه کنی، نگاه نکن. نگو یکی دیگه سرشو بپوشونه به خاطر اینکه تو نگاه نکنی. نگاه نکن. تو باید تو کنترل خودت باشی، نه کنترل دیگران. متاسفانه یاد گرفتیم ضعیف کش بشیم. حال میگه برای اینی که این دید حد باید بذاری. در حقیقت چشتو ببند، نبین اون چیزهایی که نباید ببینی. میگه این نوره چه نوریه؟ امروز بیشتر یاد خواهیم گرفت. این نور عین، نور خخمه است. عین موقعی که کامل بنویسیم عین یود نون،
میشه 135 مرتبه اسم کادوش هویه است. 5 مرتبه اسم هویه است. عین یمین، عین سمال. عین یمین 5 تا، 5 تا هویه، 10 تا هویه است. این دوتا چشای من 10 هویه است. گفتیم 10 هویه میشه چیمسوم، میشه چیمسوم، صدیق مم صدیق مم. چون 5 تا هویه اینجا، 5 تا اینجا، 5 تا خسدیم، 5 تا گوروت. 260 تا هویه، اسم هویه 10 تا هویه، هی خسدیم هی گوروت. همه چیز از این مشاهده میاد، از این نور چشمه میاد. به این نور چشم چی میگوییم؟ درگاه، چه درگاه الهی داره؟ خیا. خیا یعنی موجود، موجود زنده رو بهش میگیم خیا. حیوان خیاست، آدم خیاست، هر چیزی که جون داره رو بهش میگیم خیا. پس این نور است که زندگی میده، جون میده، بهش میگیم عین. حالا این 130 خیلی مهمه، چون 10 مرتبه احواس، عشق. این نوره باید با عشق باشه. حالا میگه نگاه نکن به چیزایی که بده. 90% چیزایی که میبینیم در دنیای مجازی و در دنیای بیرون بده، زشته، زشته، خاطره های بد میده. پس میگه به چی نگاه کنم؟ میگه چگونه میتونم نگاه کنم؟ به چی نگاه کنم که مظهر درستی باشه، مظهر امت باشه؟ موشه میره پیش خداوند، میگه ما فهمیدیم که این عین که درست شده از 10 مرتبه هویه، نور بسیار قویه ولی قدرت نور قویه ولی قدرت نگهداری نداره. میگه دقیقه که من یه چیزی رو میبینم دلم میخواد. عین روئه لف خمد. پس به چیزای خوب اگه نگاه کنم، نگاه کردن چندین رتبه داره. فکر کردن هم نگاه کردنه، نگاه عقلی فکر کردنه. پس تو فکرم باید حد داشته باشم. فکرم رو اجازه ندم مثل سگ ولگرد برگرده هر چی میخواد فکر کنه فکر کنه. حق نداره فکر کنه چیزایی که درست نیست، چون چشم من درست میکنه فکرمو، خیالمو. از همه بیشتر تصویر به من میده. پس این مستقیما ربط داره به خیال و تصویرات من رو این نور میسازه. اسم نورم خیاست. ماشه پیش خدا میره میگه این نور خیلی قویه. میگه تازه کمش کردم تا اینکه یواش یواش یاد بگیری چشم بصیرت و شعور پیدا کنی. اون موقع دروازه ها رو برات باز میکنم. همه دروازه ها بسته است و بدون دروازه بسته است، بدون چشمت حقیقت رو نمیبینه تا اینی که پاکش کنی. میگه چجوری پاکش کنم؟ یادم بده. موشه گفت به خداوند جواب داد، گفت ببین تو بودی که از آن کردی که روایکی و از تو عقل بیشتر داره. پس برو از اونی که عقل از تو بیشتر داره بپرس که من چگونه دیدم و زیاد کنم، نیروی خیر رو زیادتر کنم، دروازه ای باز کنم که نیروی خیر، که نیروی خی، که بتونم هی ملخوت رو بسازم، کلی بسازم از خودم. چون حکل به خخمه سیتا، این نور خیر نور خخمه است، کوخ آدمه، قدرت آدمه، کوخ ممهس، از همه چی مهمتره. سینه بر میگرده میگه که برو پیش روایکی با. موشه میره پیش روایکی با، میگه برنامه این خیایه چیه؟ این جانداره که
یه همچین قدرتی رو داره که شهادت میده برای همه چی. چگونه میتونم این قدرت رو مهارش کنم؟ چگونه میتوانم این قدرت رو، قدرت نور چشم که نور خیه است که درست شده از 10 هویه، نور رخمیم کامله، این دوتا رو با هم بتونم برسم به این که این گیت رو برام باز کنه. چون اگر به شعور نرسم عقلم یک قرون ارزش نداره. اما که با برمیگرده بهش میگه خیا اخت اومدت به امسا رکیه. خیا اخت یه خیایی است، یه موجودی است، اخت یکی مؤنثه. خیا اخت اومدت وای میسه اومدت به امسا رکیه، یعنی وسط رکیه. رکیه آسمانه، یعنی پاش به زمینه، سرش وایسته به دنیای روحانیت، به دنیای بالا. خیا اخد اومد به امسا رکیه و شما اسرائیل. اسم این خیایه که تو رکیه وایستده اسمش اسرائیله. خیا اخد اومد به امسا رکیه اومد برخو ات ادونای همه ورخ. این خیایه زندگی و وجودش اینه که بگه برخوت ادونای همه ورخ. لغت بروخ همه ورخ باید ساعتها راجبش فهمید که شفا، اون شعفی که من میخوام، اون شعفی که میگم پتخت یدیخ و مزبیع لخود رسون، این شعف رو بگیرم اینجاست. خیا اخد اومدت به امسا رکیه و اومد برخوت ادونای همه ورخ و کل گدوده مالا، تمام ملخیم، تمام فرشته ها، تمام اون موجوداتی که تو آسمان ها هستن. دقیقه که این خیا میگه برخو ات ادونای همه ورخ، همه جواب میدن بروخ ادونای همه ورخ العالم باید. میگه این اسرائیل کیه؟ میگه خیا اخد اومد به امسا رکیه و شما اسرائیل و خکوک المسخه اسرائیل، رو پیشونیش نوشته اسرائیل، رو پیشونیش نوشته اسرائیل. اریا کدوش زخوت اینه داشت که نگاه کنه به هر نشانمای اسرائیلی و بگی آیا این شما اسرائیل صبح خونده یا نخونده. کسی که تفیلین میذاره سرش اسم خدا رو پیشونیش نوشته میشه. کسی که تفیلین میذاره با کوانا، سیسیت میذاره با کوانا، و شما اسرائیل میگه با کوانا. این کسیست که قدرت داره اون نیروی شفا شعفو از دنیای بالا بکشه و بیاره پایین با گفتن شما اسرائیل. برای همین اینقدر تاکید کرد که 5 نوع شما اسرائیل داریم که هر کدومش به موقع مناسب باید خونده بشه، گفته بشه که این اسم اسرائیل رو پیشونی من معلوم بشه. یه موقعی که این اسم رو پیشونی تو معلوم شد، دنیا میفهمه اسم خدا روی توه. دنیا میبینه که اسم خدا روی توه. که شهنشمه اوله و بودکیم اوتا. یه فکر نکن تفیلا خوندی نشامات شب که خوابیدی رفت بالا تو آسمون، هر جایی که دلش میخواد میره. نه نه نه، خداوند حاکم داره تو این آسمونش. درسته که این موجوده به اسم اسرائیل هست، این اسرائیل
کنترل میکنه تمام این فرشته ها رو. این خیاعه کنترل میکنه، هیچی بالا نمیره هیچی پایین نمیره بدون کنترل این اسرائیله. این موجوده که ربع عکیبه برای موشه آشکار کرد. هرچی از دنیای بالا میاد پایین، هرچی از دنیای پایین میره بالا، زیر نظر این اسرائیله. بهش میگیم اسرائیل سبا، بهش میگیم اسرائیل سبا و توونا، توانایی دست اوست. کنترل میکنه تمام توانایی و قدرت ادامه این دنیا رو. اوله و بودکیم تو واسه اینه هر وقت نشامه من میره، شب میخوابم میره بالا، نگاه میکنم آینش میکنن این هیا زخه و پتخیم لای تشاری. نگاه میکنن که این در روز 5 تا حس داشته، این 5 حس رو چگونه استفاده کرده. خیلی ساده. این درس رو بسیار ساده کردم، این 40 سال دارم این درس رو میدم ولی تا حالا به این سادگی ندیده بودمش. که هر شب خداوند نگاه میکنه، حساب میکنه که چگونه من از نور چشمم، از نور گوشم، از نور بویاییم، از نور کلامم، از نور عملم 5 حس داده: شیموش، ریخ، شمیع، عینین، رؤت، ریه. ببینید میگیم ریه آخرش چی داره؟ یه الف داره، یعنی الوف بشی در دید، قهرمان بشی دیدت، یعنی کنترل کنی این چشما، نه چشم چران بشی. کی چشم چرانه؟ اون کسی که عربه دنبال عربه میره. כשהנשמה עולה בודקים אותו, ואם היה זוכה פותחים לשערים ומניחים אותו להיכנס. میگه در رو براش باز میکنن. اگر چشمی که با کرده بودی، ببینیم 5 تا حس داریم، هر کدومش 10 تا نیرو داره، چون هر حسی 10 تا سفیرود داره، میشه 50 تا. این 5 حس من هستن که منو میرسونن به درگاه نون شعره بینا، یعنی این 50 تا شعر باز میشه کسی که به این اعلای آگاهی میرسه، موقعی که این 5 حسشو میتونه کنترل کنه، صاحب اختیار 5 حسشه. اولین کسی که توانست به این درگاه برسه ابراهیم آوینو بود که کنترل کرد. واسه این گفتش که اهوی، به خاطر اینکه عشق خدا شد، چون وقت زندگیشو کرد که فهمید که خدا بهش 5 حس داده و این 5 حس تعلق به او داره، چون از او گرفتم پس باید استفاده کنم که به او وصل بشم. این 5 حس رو به من داده که به او وصل بشم، نداده که برم دنبال عرب و دنبال احتیاجات خودخواهی بدنی خودم. تعوه، به این میگیم تعوه، به این میگیم شهوت. و این لو دخیم و تو لخوت، اگه نمیندازیمش بیرون، میندازنش بیرون، چیزی نمیده وسعت بده، دیدش ترقی نخواهد کرد، فهمش بالاتر نخواهد رفت، قدرت تصور و خودشناسیش هیچ گونه ترقی نخواهد کرد. به گپو یبا به گپو ایلخ، همین جوری که اومده خر میاد و خر از این دنیا میره، مگر اینکه حد گذاشته تو زندگیش، در دیدش، در همه چیز، در 5 حس داره حد گذاشته باشه، مشخص کرده باشه، در حدی که هر حدی هست بتوانه اون حد رو به نحو حسن استفاده کنه. هر کسی یه حدی داره، هیچ کس محدود نیست، تمام ما محدودیم، منتها نمیخوایم حد داشته باشیم، فکر میکنیم آزادی نداشتن حده. برعکس، پارادوکس این زندگی اینه که هرچی بیشتر برای خودتون حد تعریف کنین بیشتر آزاد میشین. این حقیقت امره. آزادی میاد موقعی که عکس رو
فریمش میکنید، میذاریدش توی قابش. اگر قاب نداشته باشه عکسه به خوشگلی نیست. اون زندگی زیباست که حد و حدود داشته باشه، نه بی حد داشته باشه. چون فکر میکنم که من خود مختارم. خود مختاری لیاقت میخواد. باید لیاقتش داشته باشم تا خدا بگه خیلی خوب، حالا لیاقت داری، به تو اختیار میدم. یعنی چی؟ یعنی دروازه رو برات باز میکنم. ואין מניחיתום לכנס, מפני זה ראוי לכל בעל שכל שייתן אל ליבו בחיים וחייתו לגבור ולגדור. براتون لغت برای این لغت خیم ویتاله، این لغت امته، این حرفه امته، اینجور میگه. برای همین رأوی لکل بعل، هر کسی که صاحب اختیاره، میخوای اختیار داشته باشی پس صاحب اختیار شو. شکل شیطه، هر چی خدا بهت میده، الی با، هر چی خدا میذاره تو قلبت، به خیم و خیاتو، در زندگیش لیکبول، براش گوول بذار، قابش کن، زیباش کن، دلپذیرش کن که همه بتونن ازش استفاده کنن، همه ازش لذت ببرن. موقعی که یه عکس رو قاب میکنی میذاری همه میبینن کیف میکنن. قاب عکس رو بکنیم ببینین عکس چقدر زشت میشه، هر چقدر خوشگل باشه، ولی قابه زیباترش میکنه. لیگبول و لیگدور، گدر، هم از درون حد بذار، هم از بیرون، هم نرده بیرونی بذار، هم روی سقفت نرده بذار، روی پشتبونت نرده بذار، هم رو بالکنت نرده بذار، هم تو حیاتت نرده بذار. حد مشخص کن. بگو آقا این حد منه، دیوار کشتم اینجا حد منه. چطور از حد خودت میجنگی، دفاع میکنی، معلوم میکنی؟ پس حد وجودت هم معلوم کن. تمام درس یک ماهمونه. و از زخه، اون موقع زخوت پیدا میکنه، شعف پیدا میکنه، شیفتخول و شعری صدق، اون موقع براش باز میکنن دروازه حقو. تا حق ندی به حقدار خدا حقو به تو نمیده. پس میبینی کسریه، چون حق ندادی، حق هم نمیگیری. فکر نکن حق فقط مال توه، چون حقته. حق به دیگران بده. در تمام مواردت 5 تا حس داری. تمام این هم میاد روی یک موضوع، شعور، common sense. نمیتونی رو منطق تنها بری جلو، نمیتونی رو احساسات تنها بری جلو. باید این دوتا با هم یکی بشن که شعور معلوم بشه. اون موقع هم عقل است هم احساسات. و قدرت خودت رو بدون تا چه حدی بعد خطا خواهی کرد. خداوند این دنیا رو درست کرده که خطا کنی، مانعی نیست که آدم خطا کنه، ولی خر 10 مرتبه خرم حتی 10 مرتبه خطا نمیکنه. یه دفعه که خطا کنه دفعه دوم خطا نمیکنه. میفهمه که از این راه نمیتونه بره. پس ما هم باید بفهمیم این زندگی برای من سخت بود که این رو بفهمم. یه همچین حدی برای خودم باید بذارم. اگر نذارم خطاکار میشم. موقعی که خطا میکنم اون موقع دوری خداوند من آزار میده. اون موقع متوجه میشم که گناهی کردم و اون گناه من آزار میده و اون خجالت و اون آزار توبه منه. الان ماهیست که من باید یاد بگیرم چگونه توبه کنم.
به این میگیم تشوبه. تصحیح کنم خودم رو، تعالی بدم، بهتر از خودم میخوام یک کسی جدیدتری بسازم. الان وقت اینه. ما الان ملخوت رو داریم کامل میکنیم، یک ظرفی رو داریم میسازیم که بتوانیم از این ظرف میوه جدید از خدا بگیریم. چون روش هاشنا آدم جدیدی میشم من. گناه ها ما میبخشه به امید خدا، اونجوری که تشوبه بکنم و از او رحم میخوام که به من فرصت بده که 1 سال دیگه بتوانم کارهایی که میکنم بهتر انجام بدم. من نمیخوام همون کارهایی که پارسال کردم امسال بکنم، میخوام وسعت بدم و بهتر کنم خودم از تمام شعریمی که خدا به من داده. با امید خدا امشب ساعت 8 در زوم قسمت سفیروت این درس رو با هم مرور خواهیم کرد. البته این درس ادامه، زیباییش اینه که ادامه داره. بدونین موشه ربینو این درس رو در 37 روز در یک سخنرانی کامل داده. این یکی از معجزات این کتابه. اگر سوالی هست در خدمت دوستان هستم. خسته نباشید. بسیار عالی، بسیار عالی و روحانی، بسیار وصل شدیم. دوستان عزیز، اگر کسی در ارتباط این پاراشای بسیار زیبا و معنوی سوالی داره میتونه سوالش رو بپرسه. اگر هم نه میتونه ساعت بعدی بذاره، بعد از مقدمه‌ای بر زبان کبالا برای نوآموزان میتونه این قسمت درس رو هم بپرسه. کسی سوالی داره؟ استاد ما با اجازهتون میریم سر 19 با اجازه میبندیم.